سلام بیننده گرامی، امروز در برنامه راجع به افزایش صدمه‌های نقلیاتی صحبت می‌کنیم که متاسفانه سالهای اخیر بر اثر سرعت از حد زیاد راندن نقلیات، به احتیاطی رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه، استفاده مواد داروهای تاثیرناک سرخوش کننده از جانب برخی رانندگان هم‌مسئول صدها نفر جان خود را از دست می‌دهند. وابسته به این موضوع حالا با ما در استودیو هستند استاد عبدالعلیم احتم‌زاده. خوش آمدید. خب طور معلوم امروزها صدمه‌های مرگبار زیاد به نظر می‌رسند. خب از نگاه تعلیمات عرفانی سبب مرگ انسان بر اثر سرعت زیاد یا به احتیاطی حرکت در راه چی حکم دارد؟ جهانی سپاس برادر ارجمند. یعنی به احتیاطی در راه و اهمیت ندادن به واسطه تکنیکی یا عموما اخلاقی رانندگی را رعایت نکردن ضمن استفاده نقلیات این بسیار گناه عظیم است و حتی کار تا جایی که دیگر به گناه کبیره برده میرساند، چون سبب تلفات جانی خودش و دیگران یا اطرافیان می شود. برای همین به کدام صورتی که نباشد، خواه قصدن باشد خواه سهوا، مسئول اول خود راننده است. این عامل‌های زیاد دارد که پیش از آن که در سر چنبرک بشیند یا نیت اداره واسطه نقلیات کند یا قصد سفر کند، باید همه جانبه آماده باشد، روح و روانش بالیده باشد، خوابش را پورا گرفته باشد، واسطه تکنیکش اهمیت جدی باید داده باشد و عامل‌هایی که از به خود راننده وابستگی دارد، عامل‌هایی است که به طبیعت وابستگی دارد. علاوه بر این اخلاق رانندگی را باید خوب رعایت کند. این ادب و اخلاق از همه چی بالا می‌ایستد. بله. رانندگی مسئولیت و مهارت نیست، رانندگی امانت است. یعنی کسی پشت چنبرک ماشین میشیند، یک امانت بزرگ برداشتش دارد، این امانت را برداشت گرفته است. این امانت بزرگ جان خودش است و جان اطرافیانش است و هر چیزی که جنبنده و حرکت کننده در اطراف در راه است این امانت دار است. برای همین راه میدان سبقت نیست، راه میدان قوا آزمایی نیست، راه میدان امانت داری و مسئولیت است. بدون که در خانه کسی تو را انتظار است. برای همین هم مسئولیت وجدانی دارد، هم گناه دارد و هم در نزد قانون جوابگاری دارد. پروردگار در سوره بقره آیه 95 میگوید که خودتون را به دست خودتون به هلاکت میافکنید. یعنی یک قسم خودکشی است اگر کسی قصداً دیده و دانسته قاعده حرکت را در راه ویران کند، با واسطه تکنیک اهمیت ندهد یا در حالت متوشه و سرخوشی باشد یا از روی مستی و بی‌پرواگی باشد یا دیده و دانسته میدونه که راه خوب نیست، در راهی که خوب نیست از معیار بلند سرعت حرکت را از معیار زیاد کند یا سبقتی نادرست که مثلا در سمت مقابل براید. عامل‌های زیادی هستند که اگر چنین بی‌پروایی باشد و به فلاکت گرفتار شود، این گناه کبیره است و این خودسوزی و خودکشی است. باید با اندیشه همچون مسئول و همچون امانتدار باید در راه براید. ببین در سوره مائده آیه 32 پروردگار میگوید که هر کس یک نفر را بدون اون که گناهی کرده باشد یا فساد در زمین کرده باشد بکشد، مثل این است که گویا بشریت را از بین برده است، تمام آدمیزاد را از بین برده است. پس جان آدم خیلی گران، خیلی ارزشمند و یکی از هدف‌های اساسی شریعت حفظ جان انسان. در حدیثی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید از بین رفتن دنیا برای پروردگار آسان‌تر است از این که یک مؤمن بیگناه از دنیا برود. پس راننده اگر به احتیاط باشد، حالت‌های مثلا قاعده‌های رانندگی و اخلاق رانندگی را رعایت نکند، این از جمله کسانی میشود که برخلاف این آیت کار کرده است و این ارزش‌ها را رعایت نکرده است. در حدیث دیگر میگه لا ضرر ولا ضرار، نه ضرر به جان خودت بپذیر، نه به کس دیگر ضرر برسان و نه ضرر را به ضرر پس بگردان. همین تاکیدها از قرآن و سنت برای اون است که راننده بدون که وقتی پشت چنبرک میشینی امانت بزرگی برداشت داری که این امانت باید ضایع نشود. اما مسئولی که امروز از بی‌پروایی می شود و نادرست فهمیدن، مثلا فهم نادرست نسبت به تعلیمات دینی. برای مثال میگم کسی میگن چرا برانات با این درجه فرسوده است و با همین ماشین راه برآمدی؟ میگه ای توکل به خدا. این جاهلی است که مفهوم توکل به خدا رو درست نفهمیده است. تکنیک در متوای فرسودگی قرار دارد. سر صدای بلند مثلا دود زیاد میکند یا که مثلا و بلانش فرسوده است. این در تعجب میافتد کسی اگر خودش راننده باشد میبینید چگونه با این در راه برآمدی؟ میگه به خدا توکل کرده برآمدم. این توکل به خدا نیست، این قصداً خودکشی است.
و در راه هر چی شدنش ممکنه. یک لحظه هم کسی پیشتر نمیداند که یک لحظه بعد چی گپ میشود. بله. برای همین بی‌پروایی نسبت به نگاه داشتن وسایل تکنیکی و من از دین سوء استفاده کرده گویا توکل به خدا همین است، خدا مرا نظارت میکند. دین میگوید اول پای اشترت رو ببند بعد توکل بر خدا کن. توکل به خدا چی است؟ من احتیاط علمی و واسطوی و احتیاط خودم رو میکنم، پس به خدا توکل کردم، دیگر قادر و توانا و تقدیر ساز اون است. ایمان رو دارد و کسی در جری آویزان میشد چنگ به بوته نمیزند میگه مرا خدا نگاه میدارد، این توکل به خدایی نیست بلکه قصداً خودکشی است. بنابراین استفاده بردن موادهای متوش کننده بخصوص قرص هایی که امشب و روز همچون آن در بین مردم هست، بخصوص بین جوانان قرص های مخدر به نام لیریکا و پرگابالین که نامش در تجارت لیریکا است و در اصطلاح طبی پرگابالین نام دارد. این از حد زیاد با سرعت غیر چشم داشت پیش رفتن و استفاده بردن این یک از اون می شود. خلاصش همین است. کسی پشت چنبرک بشیند تصور کند که آخران بار نشسته است، بار دیگر نصیبش نمیگردد. با روحیه بیدار، طبیب والیده، خوب گرفته و روحیه عقل سالم، تکنیک بی‌پروایی را نمیداند، هرچی امر کرده هم رو میگیرد. بله. و هر کسی پشت چنبرک میشیند تصور کند که آخران بار در چنبرک نشسته است، بار دیگر نصیبش نمی شود. با این روحیه نشستن آدم رو بیدار میکند، وجدانش رو بیدار میکند، ایمان تقویت بشود و در راه احتیاط میکند. چقدر کمبودی رو در راه ها میبینیم. در خود تونل در نقب وقتی ماشین وارد میشود، خب ببینید از پیش یک ماشین بزرگتر رفته ایستاده است که اون سبقت کردن ممکن نیست چون خط مستقیم علیحده است. این سبقت اصلا ممکن نیست. با سرعت تمام اینا پیش سبقت میکنن. اگر رفته از پیش آمد ماشین بند شد، چهار طرف محکم میشود. یعنی حتی نه فقط در نقبه ها، در همین شهر هم وقتی میبینیم که اگر لحظه چراغک اگر کار نکند، چهار طرف 8 طرف محکم میشود. از 8 طرف میآیند. و سمت مقابل با کجا گذرد؟ کاش یک قانون به تصویب میرسید که کسی که سمت مقابل در چراغ میبراید، اون در نزد چراغ میبراید، کاش در حال از شهادت رانندگی محروم میشد. با کدام عقل، با کدام معرفت با سمت مقابل با کجا گذرد؟ بعد دیگر غوغا است و حقارت است و تحقیر است و مثلا نافهمی و کشمکشی ها هست و زوراوری است، حتی استدام است، صدمه است. بله. برای همین به معرفت ترین راننده را اگر بخواهید در راه بدانی، کسی در جای سبقت میکند که مثلا گویا با نام توکل به خدا، یا در جایی که اصلا سمت مقابل برآمدن ممکن است. این منتهای به معرفتی انسان است. درست است. سلامت باشید. 1000 آدم در نوبت ایستاده است، 1000 تکنیکا صبر و تحمل کرده در نوبت ایستادند، 4 نفر از دست چپ میبرد از سمت مقابل، اون سمت مقابل با کجا گذرد؟ پس این قصداً ایجاد کردن فراهم آوردن زمینه استدام و صدمه برای نقلیات هاست که ما نمیتونیم گفت که همه این مدهوش هستن، سرهوش هستن و غیره. حیثیت بی اخلاقی و تربیت نادرست و جان را همچون امانت نپنداشتن است. همون گونه در مسئله موادهای مخدر و مثلا موادهای سخت تاثیری که عقل و هوش انسان رو از بین میبرد، می‌خواستم یک سوالی داشته باشیم. عموما همین استفاده مواد مخدر یا که مواد پسیکوتراپی یا دیگر داروهایی که به عقل و هوش و قابلیت راننده یعنی تأثیر ناخوب میرساند، از نگاه شریعت اسلام چه حکم دارد؟ اگر همین شخص باز در سر چنبرک ایستاده در حالت رانندگی باعث صدمه یا مرگ انسان شود، چه پیامدی است؟ این گناه کبیره است. گناه کبیره خیلی گناه بزرگ، چون هم تلف جان خودش است، هم دیگران است، هم اشیا و لوازمات است، تجهیزات است که از بین می رود و این حکم خودکش را دارد و خودکش در شریعت بسیار گناه کبیره است. وقتی قصداً دیده و دانسته دست به گناه می زند و اهمیت نمی دهد، این چنان تاکید کردید گفته که هر سری قدم دیده می شود. بی اساس بوق زدن لعنت دارد، پیش بند است، پیش آدم نمی بیند. وقتی بوق میتید این چیکار کنه؟ جز لعنت چیز دیگر میگوید؟ جز دعای بعد چیز دیگر کرده میتواند؟ کسی از قفا بوق میزند که تو پیشتر کسی که در پیش داده است اون را بوق بزن، این بی معرفتی. و این همه لعنت تو مثلا سخنی بد و دعای بد دارد از کسی که اساسی ندارد، شش انتظار است و از قفا سیگنال میتین که بوق میزنن که شما پیشتر گذرید یا که
پیشترش رو بگذارید، این یعنی زمینه فراهم آوردن برای خودکشی است. میخواد نمیخواد با این روح و روان نباید پشت چنبرک بشیند. خب سمولت بگیر با آسمان پرواز کرده را. اکثرا مردم عادت و اخلاق رانندگی رو رعایت میکنن. یک قسمتی کمی جوانان است سبب بی‌پروایی و بی اخلاقی اینا هم عامه مردم است. کسی واکنش نشون نمیدهد، کسی چیزی نمیگوید. یک بی معرفت در بین 100 راننده، از این 100 راننده هم کسی چیزی نمیگوید و این دیگر این برای عادت میشود. چون به سوال اگر بر بگردیم، این منتها و قصداً خودکشی است. کسی که در حالت مدهوشی، در حالت قهر و غضب با عقلش رانندگی نمیکند، با احساساتش رانندگی میکند، این حتما به کلفتی گرفتار میشه. نباید با احساسات داده شد. علاوه که خودت احساساتی نیستی اما راه تو را احساساتی میکند. بی اخلاقی دیگر راننده ها افلاسی را از مثلا از ماشین بیرون پرتافتن یا از زیاد گاز دادن یا سر صدا را بلند کردن، اینا عامل میشن که شما احساساتی شوید. صبر و تحمل مد اول باید باشد. همونی که مثلا کسی با سبب قرص های مخدر، با سبب میزدگی یا که استفاده مواد مسکننده به کدام راهی که نباشد، اگر دیده و دانسته پشت چنبرک بشیند و به کلفت گرفتار شود، این از خدا بسیار گناه بزرگ کرده است. و ببین خیانت در جمعیت، خیانت در حیات فردی، عائلوی و اجتماعی است. خیانت در جمعیت است. اینا میگن خیانت جمعیتی. به این باید پیشگیری کرده شود. پروردگار در سوره بقره آیه 195 آشکار و واضح میگه خودتون رو بعد دست خودتون به هلاکت نافکنید. این دستوری پروردگار است که در حالت غیر واقعی یا حالت نامساعد عقلی نشستن پشت چنبرک ماشین، این علاقه حکم خودکشی و بی احتیاطی و گناه کبیره رو دارد. عموما همین داشتن شهادتنامه رانندگی قلبکی یا به هر راه و واسطه دسترس کردن آن میتواند یکی از عامل‌های صدمه‌های مرگبار و عموما صدمه شود و نفرانی که برای دسترس کردن همین شهادتنامه قلبکی کمک میکند، آنها را چه پیامد انتظار است؟ خیلی جالب. یعنی که بدون خواندن شهادتنامه را دسترس میکنند. کسی است که خودش گناه میکند مستقیم مسئول است. نزد قانون یا نزد خدا جواب خودش رو میگوید. اما کسی است که وادار میکند که دست به جنایت بزند، این پشت پرده ماندن خائن اساسی است. ببین داشتن شهادتنامه قلبکی رانندگی خیانت در حیات فردی، عائلوی و اجتماعی و خیانت در حقوق کل جمعیت است. خیانت جمعیتی است. علاوه بر این به کدام راه به دست میآید؟ با راه رشوه، با راه فریب، با راه خاطربینی و با راه نیرنگ. با کدام راهی که باشد همه راه فاسد است. با راه خوب به دست نمی آید. اما ببین کسی که شهادت رانندگی قلبکی دارد مثل کسی که آدم هوشیار را از سر چنبرک میفراری، آدم مست و میزده و مدهوش و مواد مخدر استفاده برده را در پشت چنبرک میشنانی. کسی را شهادتنامه قلبکی رانندگی میدهد، این یقین میدونه که دیر یا زود حکم قتلش رو برآورده است. صلاحیتش را ندارد، رانندگی را نخوانده است، نمیداند و نمیتواند. یکی از گیرنده بی اساس با راه رشوه و فریب و مثلا نیرنگ گرفته است. دیگر از دهنده این آگاه تر است، میداند که امروز یا فردا یا پس فردا خبر فلاکتش می آید، پس به اعدام روان کردن است. علاوه بر این خیانت جمعیتی است، نه فقط جان خودش بلکه جان جمعیت را خطر میماند. تقدیر چنین میگوید سوره اعراف آیه 34 هر وقت اجل کسی برسد فرا رسد دیگر ساعت تقدیم و تأخیر ندارد، پس پیش نمیرود. شکی نیست در این باره. اما کسی از روی بی احتیاطی دست به جنایت زده است یا دست به گناه عظیم زده است، این هم پیش خدا هم نزد قانون باید جواب بگیرد. میدونید باید تصمیم عاقلانه میگرفت. یعنی خلاصه هست کسی که خودش جنایت میکند، هست کسی یک گروه دیگر که با جنایت یک کس را وادار میکنند. یک از راههای گروهی جنایت کردن این دادن شهادت قلبکی رانندگی به سوی کسی است که ناشایسته است، لایقش را ندارد، از عهده‌اش نمیبراید و با آشنابازی و رفیقی میکند. در آیت 3 سوره مائده پروردگار میگوید که
شما یکدیگر رو در نکوکاری و تقوا کمک کنید، در گناه و معصیت و جرم و جنایت یکدیگر رو کمک نکنید. با کدام صورتی که نباشد دادن شهادت قلبکی خیانت در دین و دنیا و دولت است. خب یکی از مسئله های دیگری که امروز در جامعه خیلی باعث نگرانی و افسوس آور است این است که مشاهده می شود بعضی راننده هایی که ماشین های گران ارزش دارند، اینچنین برخی راننده هایی که ماشین های بارکش از قبیل کماس، دولن و دیگر ماشین هایی که دارند خود را بالاتر از قانون می حسابند و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه را هیچ می شمارند. تعلیمات عرفان یا شریعت اسلام نسبت به چنین تکبرها و پایمال کننده های حقوق دیگران چی میگوید؟ ببین این بر رانندگان نقلیات بارکش خاص نیست و هر کسی کبر دارد، غرور دارد، این از چشم محبوبیت پروردگار میافتد. نه مقام ازلا در حیات اولویش دارد، نه مقام ازلا در حیات جمعیتیش دارد و در پشت چنبرک عصب و مثلا روانی آرام دارد. خدا متکبر رو دوست نمی‌دارد. اگر راننده از روی کبر و غرور رانندگی کند، این ببینید که حیثیتی در روی زمین ندارد. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه کسی ذره کبر یعنی متکبر، خودخواه، خودسیتا باشد وارد جنت نمی‌شود. چون پروردگار شخص خودخواه را دوست نمی‌دارد. برای بازم تکرارم شود اگر پشت فرمان ماشین نشستن اینجا خودخواهی و کبر و غرور به درد نمیخورد. برعکس این خودکشی است. جانت غنیمت است، جان مردم غنیمت است، جان انسان. هدف شریعت حفظ جان انسان است. چون در آیات ها گفتیم. برای همین اگر کسی خواهد که زود این عیب از بین برود، خودسیتایی و کبر و غرور، نابسته با که ماشین رفاهی دارد، ماشین بزرگ دارد، کوچک دارد، ارزشمند است، بی ارزش است، تصور کند که وقتی پشت کدام نمودی چنبرک میشیند، در کدام مارکه ماشین اگر بشیند، تصور کند که آخران بار است که در این ماشین نشسته است، بار دیگرش خدا نصیبش نمیکند. با این تصور باید براند. چون رانندگی یعنی خوب رفتن و مهارت نیست، رانندگی امانت است. مثلا چند پیش کسانی که در سر چنبرک از دنیا گذشتن اینا همش مرحوم شدند. آیا اینا مهارت نداشتن؟ مهارت طولانی رانندگی داشتن. قلم تقدیر امروز به سوی اینا آمد. پس اینا میدونستن که امروز آخران بار پشت فرمان میشینن؟ نمیدونستن. چون کسی جز خدای بزرگ نمیداند که از این سفر خرد یا بزرگت پس میگردی یا نمیگردی. کجا جای غرور است؟ انسان به اگه غرق شد میمیرد. انسان غرق شد میمیرد در چیزی که نباشد، خواه در آب، خواه در خواب، خواه در رویا، خواه در کبر و غرور، این رذیلت اخلاقی، و خواه در حسد و کینه و دشمنی. انسان که غرق شد خواه مادی خواه معنوی میمیرد. پس احتیاط کن که غرق نشوی. در اینجا جای کبر و غرور نیست. با مهارتت هیچ وقت نناز. مهارت تو را نمیبرد نمیارد، لطف خدا تو را میبرد میارد. برای این لطف خدا چنگ با خدا چیکار میکنیم؟ احتیاط، منتهای احتیاط. ببین که عصبانی هستی پشت فرمان ننشین. با جای که کبر و غرور و متکبر میشه، خدا را شکر کن. شخصی تا سحر در سر بیمار گریست، چون روز بشد خود بیمرد بیمار بزیست. این کسانی که در فلاکت مردن اینا میدونستن که کی در سن سال چند سالگی از دنیا میگذرند، با کدام حالت نمیدونستن. اما احتیاط فرض است. به هر صورتی که نباشد انسان مسئول است. قلم تقدیر هست، شک نیست. انسان مسئول است که باید با هوش و گوش، با احتیاط و با کمال معنویات رعایت اخلاق رانندگی باید در راه براید. عموما همین رعایت قاعده‌های حرکت در راه از نگاه تعلیمات اسلامی واجب است. بله، این تعلیمات اسلامی کلش احتیاط است. پروردگار در دو جای قرآن میگه خذوا حذرکم، شما احتیاط کنید، مواظب باشید، احتیاط کنید. در سوره نساء آیه 29 میگه خودتان را نکشید. در سوره بقره 195 میگه خودتان را به دست خود به هلاکت نافکنید. این هم هشدار است، بیدار کردن است و خودسازی است. اطاعت کردن علامت‌های در راه و قانون قاعده‌های رانندگی، رعایت کردن اخلاق رانندگی 100% دستور مستقیم قرآن است و قانون دولت است. پروردگار آشکار و واضح میکرد شما خدا و رسول و اولی الامر دولت دار است. اولی الامر قانون دولت است، سندهای نیروی حقوقی است، اطاعتشان حتمی است. و اطاعت مثلا علامتی در راه گذاشته، اینا کی گذاشته است؟ اولی الامر گذاشته است. قرآن میگه که این علامت رو باید رعایت کن. مثلا در سر گردش احتیاط کن. اما امروز متاسفانه
30 سال سابقه رانندگی داریم که میترسیم در راه برویم. چرا؟ چون در سر گردش اصلا پیش بین ندارد، نمیبیند آیندهش رو که یه لحظه بعد چی میشود. حرکت مارپیچ، این حرکت مارپیچ هم خودش در خوف خطر است، هم جان دیگران در خطر میگذارد. خطرناکترین حرکت مارپیچ است، بازم با سرعتی از حد زیاد. هر لحظه هر راننده بیند سرعتش رو میپرتوید، سرعتش پس میکنه، از تن خدا میگوید. اما با کدام تاثیر زیر کدام تاثیر چنین رانندگی مارپیچی کردیم؟ برای اطاعت هر علامت و حرکتی که در راه گذاشته شده است، اطاعت دستور مستقیم خدا در قرآن است که خدا و رسول او را اطاعت کنید. مهم نیست که چه حادثه رخ میده یا میدهد، مهم نیست که آداب، اخلاق، وجدان، دین و آیین همین میگه. قانون دولت همین میگه که تو صبر کن، اطاعت کن تا این چراغک مناسب برات نشده است نگذار. اما که کسی بالای نیست میگذاریم عادت میشود. و این راه میدان مسابقه، میدان قوه آزمایی نیست، میدان امانت و شکرگزاری است. خب در همین زمینه چگونه توصیه ها برای عموما رانندگان داده می شود؟ توصیه از فرد آغاز می شود تا جامعه انجام می یابد. هر کسی در جای خودش مسئول است. در حدیث صحیح در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که هر کدام شما مسئول هستید، از مسئولیتتون پرسیده می شوید. پدر در خانه مسئول است، از مسئولیت زیر دست پرسیده می شود. بله. مادر خانه مسئول است، از مسئولیت سمت خودش پرسیده می شود. نزد خدا مسئول است، یعنی جوابگار است. مسئول یعنی پرسیده شونده. درست است. راننده مسئول ماشین است و از این حرکتش، از کلفتش از پرسیده می شود، هم نزد خدا هم نزد قانون. بله. پس این مسئولیت تنها برای راننده خاص نیست. این مسئولیت باید پدر و مادر در تربیت فرزند باید جاری کنند و از خانه تربیت آغاز کنند و قدری مردم برسند رانندگی رو با علم معرفت به دست بیارن، شهادت رانندگی رو با علم معرفت و با کمال اخلاق رانندگی به دست بیارن و معرفتی مثلا معرفت حقوقی و معنوی شهروندان باید بالا برده شود. بله. علاوه بر این معرفت رانندگان بخصوص جوانان باید بالا برده شود. هر زمان هر حادثه می شود اما این عبرت نمی شود، سبب عبرت نمی شود. همین 3-4 روز گذشته بسیار باعث تاسف است که چقدر آدما یک لحظه بود لحظه دیگر نیست. راه را خوب کردن ما باید شکرگزار باشیم، اما معیار را رعایت کردن، معیار سرعت رعایت کردن حکم خداست. آخر نه تنها فهمت دستور قانون است، حکم خداست. راه را برای چه آباد و آسوده می سازند؟ ما 30 سال پیش چگونه راه داشتیم و امروز چگونه راه داریم؟ بجای اینکه ما نسبت به 30 سال 100 مراتب بیشتر شکرگزار باشیم، این ناشکری ما است. از معیار زیاد حرکت کردن و بی‌پروایی کردن و ناسپاسی به زحمت‌های دیگران کردن. این با میلیون ها پول از دولت و از ملت مصرف شد، راه منفر شد و جاده ها آباد و چراغان شدن و غیره. ما باید شکرگزار باشیم. ناشکری ما در رعایت نکردن معیارهای رانندگی است. این توصیه برای راننده است که جان امانت انسان است. جان خودت با مسئول خاندانت هستی، در خاندان تو انتظار هستند. اما از نگاه معارف که معرفت حقوقی و معنوی عامه مردم باید بالا برده شود، بخصوص رانندگان. پس ما نسبت به 30 سال و 33 سال و 50 سال پیشتر 1000 بار باید شکرگزارتر باشیم که راه های ما جاده ها مفرش است. افسوس است که از جانب بعضی رانندگان نسبت با سبب بی‌پروایی و بی‌اهمیتی دست به کلفت میزنند که دیگر یک عمر افسوس حیف است. عمر انسان دو قسمت است، اولش آرزو و آرمان است، دیگرش افسوس حیف است. پس راننده بی احتیاط یک عمر افسوس حیف میخورد تا جای نرسون که دیگر تمام عمر افسوس حیف باشد. بله. آدم که در رانندگی بی احتیاطی کرد به کدام صورتی که نباشد تمام عمرش دیگر باقی مانده عمرش با افسوس حیف زندگی میکند و با ملامت زده سنگ ملامت در سر خودش زدن است. کاش احتیاط میکردم و این دیگر باقی عمر با جبران نمیکشیدم. برای همین به هر صورتی نباشد چون انسان امانتی هست. بله. و این راه هست یا شاهراه هست، این میدان محاربه و مبارزه و سبقت نیست، این میدان جوانمردی و اخلاق و هنر و امانتداری است. کسانی که به تعلیم و تربیت راننده ها وظیفه دارند و مسئولند و با کسانی که شهادت رانندگی میدهند، این امانت خیلی بزرگ است. خلاصه کلام چنین است: راه جاده یا میدان قوه آزمایی نیست. ماشین واسطه خدمت است نه واسطه مرگ و جان امانت الهی است نه ملکیت شخصی. بله. در فرهنگ غربی مثلا جان انسان و جسم انسان ملکیت شخصی خودش است.
تعلیمات دین آیین میگن این امانت الهی است، باید سالم و بی‌غضب نگاه داشته شود. تشکر برای پاسخ گفتن به سوال‌ها. امیدواریم که این صحبت بر رانندگان، مسئولین ساحه و آن بیننده‌هایی که ما رو شنیدن کمی هم باشد برای اونها یک درس عبرت شود. بیننده گرامی، یادآور میشیم که ما صحبت داشتیم با استاد عبدالعلی محتم‌زاده. اینجا برنامه ما به آخر برسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش بمانید.